خیلی خوب. وقتی خبر رو به بچه ها میدیم باید جوری انجامش بدیم که هیچ کدوم از ما آدم بدی به نظر نیاد. باید بهشون بگیم که هنوز عاشقشونیم، فقط دیگه عاشق همدیگه نیستیم. آره حق با توه. نگران نباش، مشکلی نیست. من سر صحبت رو باز میکنم. اگه قراره ناراحت باشن بذار از من ناراحت باشن. واسه همیشه که ناراحت نمیمونن. واقعا؟ وای ممنونم، این مهربونی تو رو میرسونه. به هر حال اون همیشه تو رو بیشتر دوست داشتن. بچه ها اسباب بازیاتون رو بذارید کنار. پدرتون و من باید یه حرفی رو بهتون بگیم. بچه، مادرتون و من شما رو خیلی دوست داریم. خیلی خیلی زیاد. شما بهترین بچه‌ای توی این دنیای بزرگی. اما خیلی خوشحالیم که والدین شما هستیم و به همین دلیل من پول تو جیبیتون رو 10 تومن بیشتر میکنم. چی؟ مرسی بابا، تو بهترین پدر دنیایی. معلومه داری چی کار میکنی؟ بچه ها شما پول بیشتری نمیگیرید. پدرتون و من داریم از هم جدا میشیم. چی؟ نه مامان، چرا با ما این کارو میکنی؟ راست میگه مامان، چرا؟ هیولا